خیر دیگه مصطفی جان کارکا خوب در غریبی ها. ناز آمد الحمدلله. خانه زنگ میزنی؟ مادر چی خیلی؟ بله الحمدلله ناز بخیر. بهترین. شما پرسیم برادرم. شما خوب هستین؟ الحمدلله سازم گشتم مایده غریبی ها ده. بارکالله. راستی برادرم یک شکایت هم بگیم میشود، سوال هم بگیم میشود، شما پرسیدنی بدون. بچه‌ها دیدن خی چی بود؟ حساب کاری برادرم راستی در کارخانه‌مون کم کم غم میتیان به خاطر نماز خواندن. ای معاشمون مینوس کردن به خاطری که در نماز خواندن در حالت نماز خواندن قبیدن دیدن که نماز خواندیم ای معاشمون مینوس کرده گرفتن. برادرم معاش دنیایی را از دست دادی لیکن ان شاء الله ثواب آخرت به دست آوردی. بله برادرم لیکن ما چی میگم تا برادرم؟ خب نپرسن در قیامت جای کاره و یا از این تمامی پول و مالت بپرسن از اول 5 وقت نمازت پس آن از دادن خیر و زکاتت. الله متعال در قرآن عظیم شان میفرماید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اول نماز بگذارید بعدا زکات بسپارید. من نمیگم که دوجا کار نکن، کار بکن، لیکن در فکر کاری نمی باش که تر دوجا 5 دقیقه وقت بتیا نمازت بخوانی. زیرا که روز محشر که جان گداز بود اولی پرسش از نماز بود. شما رو فهمیدم برادرم. فکر میکنم که جواب گرفتی. بله برادرم جواب گرفتم ان شاء الله. زیغ نشو هیچ وقت. ما این توفه را از مغازه زیارت شو جای نماز بگی در هر جایی که نماز میخونی در حق تمام مسلمان ها دعا گو. حتما برادرم. جینا در این عالمی ویران نماز است توحید بود با دو و پیمان نماز.